پایتخت خبر داد که در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیس شهر دوشنبه شهروندان سالف انور سال تولدش 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه راننده автомашین تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 2306 تا 09 خط سیر رقم 26 عبادزاده اسنی سال تولدش 1991 استقامت کننده نویه سینوی کوچه ایسور پولچینک امتزاده بختاور سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه ایسور راننده автомашین تمغه دی او رقم قید دولتیش 1998 بی جی 01 دستگیر و به مقامات میلیس دسترس کرده شدند. در اطلاع رسمی آمده است که ضمن سنجش معاین کرده شد که نامبردگان سانحه 20 میلیون سال جاری تقریبا ساعت 19:00 دقیقه در کوچه زرفشان نویه سینای شهر دوشنبه بعد از برخورد автомашین تمغه دیو با автомашین تمغه مرسدس پرینتر بین همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت دستگیر شدگان طبق طلبات ماده 460 میدوباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده نسبت هر سه از جانب دادگاه نویه سینا حبس ماموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. همزمان هر دو راننده طبق طلبات ماده 325 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای ویران نمودن قاعده های سبقت پروتکل ماموری ترتیب داده جریمه بستند.